خب خیلی ها میگن به این بچه ها غذا رسانی نکنید، اکوسیستم به هم میریزه، طبیعت خراب میشه. اینم طبیعت، اینم اکوسیستم. این پرتقالا و نارنجا رو این زبون بسته آورده ریخته اینجا دیگه. بس کنید این حرفای مزخرفتون رو تموم کنید. این اکوسیستم و اینم این بچه، اون موجودی که طبیعت رو به گند کشیده کامل، ما انسان ها هستیم. هیچ جایی هم برای زندگی این زبون بسته ها نذاشتیم. بعد شما توقع دارید که توی این آشغالا، توی این فضا، این بچه ها غذا پیدا کنن، این بچه ها روزی پیدا کنن. این شما و این اکوسیستم زیبایی که ازش دم میزنید.